با ما گفتند بعد داخل بازار اینجا اردوگاه الحول در شمال و شرق سوریه نرویم. اردوگاهی که ده ها هزار زن و فرزندان جنگجویان داعش آنجا نگه داشته می شوند. مقامات میگویند بعضی از عائله‌های افراطیان مسلحند و فقط امسال در همین اردوگاه 79 نفر کشته شدند. و گفته مقامات جنگجویان اسلحه را پنهانی به اردوگاه وارد میکنند و قتل ها نیز کاری دستی زنان است که خود را پلیس داعش در اردوگاه مینامند. با وجود ادامه عملیات در داخل و اطراف اردوگاه و ضد داعش و گفته رزمندگان کرد مسئولان نظارت الحول ماه نیست که در این اردوگاه قتل یا کشتار نباشد. چند روز پیش گروه از خبرنگاران را کودکان جنگجویان داعش سنگباران کردند. زنان جنگجویان قانونهای داعش را عملی میکنند و هر کسی را که قانون را رعایت نکرد میکشند. بسیاری از زنان و کودکان بازداشت شده از سوریه و یا عراق هستند و بعداً از 57 کشور دیگر از جمله از تاجیکستان هم. سازمان ملل از این کشورها خواسته است شهروندانشان را از الحول و راش اردوگاه دیگری در شمال و شرق سوریه برند که در آن هم عائله‌های داعشیان را نگه می‌دارند. در راش افراطگرایان و خشونت کمتر بوده است ولی در همین جا نیز کودکان خارجیان را سنگ و شیشه باران می‌کنند. ماه گذشته 16 خیمه را آتش زدند. زنان در راش وقتی صحبت با خبرنگاران فقط یک خواهش را تکرار می‌کنند و آن هم که می‌خواهند به خانه برگردند. من نمیخواهم دیگران مثل من خطا کنند و کودکانشان را به سوریه بیارند و بعضیشان هم هلاک شوند. من پشیمانم، به نهایت پشیمانم. امیدوارم روزی به خاطر کودکانم به فرانسه برگردم. زنان در اردوگاه الحول ضمن صحبت‌های خودمانی از شرایط طاقت فرسای زندگی نقل می‌کنند و می‌گویند که در اینجا پسران 12 تا 14 ساله را از مادرانشان جدا کرده برای تربیت درست و رفع عقیده‌های افراطی به دیگر جای می‌برند. اکثر زنان و کودکان این اردوگاه‌ها سال 2019 بعد از آن تسلیم شدند که داعش شکست خورد و قلمروهای وسیعش در عراق و سوریه را از دست داد. از آن سال تا کنون مقامات از جامعه بین المللی کمک خواستند و گفتند این بازداشتگاه ها که جای اقامت مرد و زن و کودکان بی سرنوشت شده است به تدریج به بمب ساعتی افراطگرایی تبدیل می یابند.